این مجسمه باباجان غفورov را قرار است به زودی از مرکز شهر باختر بردارند. خلاصه کردند که پیکره فرسوده شده و هم به قهرمان تاجیکستان چندان مانند نبوده است. پیش خودم وظیفه گذاشتم که درآمد اول در حالت پیدا گردیدن مبلغ اینا ما با پورگی اثر نو میکنیم چون فرسوده شده است. شهردار باختر نگفت که بعد از تخریب مجسمه کی دوباره ساخته می شود. شاهدان میگویند سال 1997 مجسمه و هم گلگشت به طور دسته جمعی ساخته شده است. مؤلف مجسمه را عزت الله ظاهرov سابق شهردار باختر میدانند. وقتی وزبین بود بعد همینجا همچون حشر کاری جلو شدگی بود دامه ایکن. قامت کوتاه، چهره دیگر و جثه پهن ایرادهایی بودند که سبب تخریب و از نو ساختن مجسمه شده است. پروپورسیا کمتر گم شدگی. همینا رستوراسیون کرده ساز میکنیم گفته نقشه بگرفتگی بود عزت اللهی نتونستیم کردن. در گذشته نیز بحث ها سر مانند نبودن مجسمه ها به چهره قهرمان به میان آمده بود. از جمله در پی این بحث ها مجسمه واسع از نو ساخته شد ولی بحث ها خاتمه نیافتند. ایراد این بود که اسب واسع بیشتر به خر مانند بوده است.